کمیسیون حکومتی در افغانستان وعده داد که شکایت یک بخش ساکنان این کشور را از تغییر قلمرو خط برق ترکمنستان افغانستان بازبینی میکند و تا 26 می نتیجه های خود را اعلام خواهد کرد. این تصمیم بعد آن گرفته شد که روز 16 می ده ها هزار نمایندگان قوم هزاره در افغانستان از خیابان‌های مرکزی شهر کابل راهپیمایی کرده در فضای شدید امنیتی در کنار از این طرح ماندن بامیان به فایده تونل سالنگ را به چالش کشاندند. خط نوی برق قرار است 10 ولایت افغانستان را همچون بخشی از طرح عظیم پیوند کننده ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان و پاکستان بپیوندد. و حالا در صحبت با ما در استودیوی رادیوی آزاد شارح رادیوی افغانستان آزاد ستار فروخ هستند. سلام آقای فروخ، تشکر که پیشنهاد ما را برای صحبت پذیرفتید. بگویید اصل مایه نارضایت این اعتراضگران چی بوده است؟ تشکر. نخست سلام با شما و بیننده ها. معترضان میخواهند که پروژه برق 500 کیلوولت ترکمنستان از طریق سالنگ نه بلکه از طریق بامیان به اجرا گذاشته شود و همان قسم که شما گفتین معترضان به جاده های کابل به روز دوشنبه گذشته 16 می برآمدند و همین خواست خود را مطرح کردند که حکومت باید این پروژه را از طریق بامیان تطبیق نماید. بله. و واکنش حکومت پرزیدنت اشرف غنی چی بود؟ رئیس جمهور اشرف غنی در پس از این تظاهرات در بیانیه‌ای که داشت از برخورد مسئولانه تظاهر کننده ها سپاسگزاری کرد که به طور مسالمت آمیز خواستها و تقاضاهایشان را مطرح کردند و در عین حال از نیروهای امنیتی هم سپاسگزاری و تمجید نمود که توانستند امنیت معترضان را تامین کنند. تو نتیجه ها هنوز فرصت است، اما شاید برخی منقدان از سوی بگویند که گیله‌مندی از این طرح و نارضایت از این طرح نوی برق چندان درست نیست با نظر داشته حساس بودن وضع امنیتی افغانستان، چون این اعتراض ها و یا این انتقاد ها را ما هفته گذشته زمان شروع اجرای طرح کسه هزار در دوشنبه هم شنیده بودیم. از نظری بعضی تحلیلگران به این چیز چی میگوید؟ در کنار از اینکه برخی ها تظاهرات را برآ انداختند و خواهان تطبیق این پروژه از طریق بامیان شدند، باید بگویم که گرد همایی های هم به طرفداری است یا به حمایت از اجرای این پروژه از طریق سالنگ هم برگزار شده که تعدادی از مردم میخواهند این پروژه قسمی که تصمیم گرفته شده از طریق سالنگ به اجرا گذاشته شود. و سوال آخر دارم، هیچ واکنش از مخالفان به خصوص طالبان یا گروه های شورشی به شروع این طرح به خصوص کسه هزار صدا نداده است؟ تا فعلا کدام چیزی در این قسمت گزارش نشده و یکی از نگرانی ها در قسمت تامین امنیت همچو پروژه ها در افغانستان است، اما حکومت افغانستان گفته که اقدامات را روی دست دارد تا تامین امنیت این پروژه ها در افغانستان روی دست گرفته شود و این پروژه ها طبق پلان و برنامه به اجرا گذاشته شوند. تشکر به شما. هم صحبت ما ستار فروخ شارح رادیوی افغانستان آزاد بودند.